صهیونیسم دارن حرکت میکنن. جریان تکفیر و حکومت‌هایی که پشتیبان و حامی اون هستند کاملاً در جهت نیات استکبار و صهیونیسم دارن حرکت میکنن. جریان تکفیر ظاهر اسلامی دارد اما عملاً در خدمت جریان‌های استعماری و استکباری و سیاسی بزرگی است که علیه دنیای اسلام دارن کار میکنن. شواهد این معنا رو قطعی میکند. یکیش این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی رو تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان، به برادرکشی. یک شاهد دیگر این است که اون کسانی که پشتیبان جریان تکفیرن با رژیم صهیونیستی میسازند تا با مسلمان ها بجنگند. به رژیم صهیونیستی اخم هم نمی کنند، اما نسبت به کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی به بهانه‌های مختلف انواع و اقسام ضربه ها رو میزنند و توطئه میکنند. یک شاهد دیگر این است که این حرکت فتنه آلودی که جریان تکفیری در کشورهای اسلامی به وجود آورد، این حرکت منجر به این شد که زیرساخت‌های ارزشمند این کشورها ویران بشه. یک شاهد دیگر این است که جریان تکفیر چهره اسلام را در دنیا مخدوش کرد، زشت کرد. همه دنیا در تلویزیون ها دیدند که کسی رو می نشانند و با شمشیر گردن می زنند بدون اینکه جرمی برای او معین شده باشد. اینا به نام اسلام تمام شد. اسلام رحمت، اسلام تعقل، اسلام منطق. یک شاهد دیگر این است که اینها محور مقاومت را تنها گذاشتند. غزه 50 روز تنها جنگید، 50 روز تنها مقاومت کرد. دولت‌های اسلامی به کمک غزه نرفتند، دلارهای نفتی در خدمت غزه قرار نگرفتند، اگرچه بعضی از آنها در خدمت رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. یک شاهد دیگر این است که جریان تکفیر شور و حماسه جوانان مسلمان را در سراسر دنیای اسلام منحرف کرد. امروز در سرتاسر دنیای اسلام جوانان یک شور و حماسه ای دارند. بیداری اسلامی در اینها اثر گذاشته است. آماده هستند در خدمت هدفهای بزرگ اسلام حرکت کنند. این جریان تکفیر این شور و حماسه رو منحرف کرد. کسانی رو از جوانان بیخبر و جاهل کشوند به سمت سربریدن مسلمان و قتل عام زن و بچه و کودک یک روستا. البته شواهد دیگری هم وجود دارد. به ما اطلاع دادند که هواپیماهای ترابری آمریکا مهماتی را که این گروه موسوم به داعش احتیاج داشتند، اینها رو در مراکزی که داعش مستقر بود در عراق از آسمان پرتاب کردن، برای اونها کمک رسوندن. گفتیم لابد اشتباهی بوده این کار. بعد تکرار شد. اونطوری که به من اطلاع دادن 5 مرتبه این اتفاق افتاده است. 5 مرتبه اشتباه میکنن و وقت ظاهر اطلاع ضد داعش درست کردن که دروغ محض است. اینا همه نشان میدهد که جریان تکفیر در خدمت استکبار است، در خدمت رژیم صهیونیستی است.